الو نقو اصلا خوب اخلاصین نقو پپه میگم صندوق کیلو پارو جنسه آره نوردین خانزاده‌شون اینجاست سریال نوخه اجازه بده اجازه بده نشستی اینجا برای خودت داره کیلو جنس بگی خجالت هم نمیکشی برو گندتون نده مموری بیاد ای بارک الله چقدر زیبا صحبت کردی های خانزاده شما خودت با ما مقایسه کردی که هیچی من رو گرفتی تو این کردی که هیچی مردی سلمانه با 550 کیلو وزن آوردی که هیچی آقا نورگل ایشون داره رسما به من توهین میکنه من خواهش میکنم یک ریش سفید بیاد پدرمینی بکنه احمد پورمخبر رو بگید بیاد به نظر من داری میری حداقل نه تو با خودت نبر بذار چراغای این خونه روشن بمونه اینا چیه؟ اینا چراغه اکی به ترکیدی؟ نه محمود شهریاری پشت داره در واکن بیاد تو افتاد به نام خداوند جان آفرین یک روز امیر مهدی ژوله میخوره به لوله واقعا الان وقت جوک گفتنه الان امباپه با